رستارت چمپیونات‌های اروپایی دوباره نبض میدان‌های سبز را در تپش انداخت و مخلصان شدید فوتبال را به شگفتی رساند. روزنامه ترانسفری بازار هم در حال گشوده شوی خویش قرار داشته آگنت‌های فوتبالی را دیگر از سیرکاری وقتی سرخوری هم نمانده است. با کل شما سلام دوستان عزیز، ما چون هر وقت از ارتباطات ترانسفری و سودای فوتبالی میگوییم. نخست همین را گفتنیم که دروازه‌بان خودی تیم دینامو زاگرب آدریان شمپر که زمانی به چلسی فروخته نشد و حتی باواریا نسبتش با ذوق بلند می‌نگریست، اخیراً با نرخ عین زمان در بازار فوتبالی نوچیز به طور دائمی در ایتالیا مسکون شد. آدریان شمپر 22 ساله که دو موسم اخیر به طور اجاره در کیو بود، اخیراً بر عوض 1.5 میلیون یورو از دینامو زاگرب وطن و کیو گزارش نمود. در موسم جاری سری ب باشد شمپر 26 بازی گذرانده، در 8 بازی به دروازه‌اش عموما یگان گل هم سر نداده است. همزمان نیم حمایتگر مرکزی 26 ساله آدریان بربریس چون فوتبالبازی آزاد سفری داخل ایتالیایی از کراتونه به مونس انجام داد، در حالی که حمایتگر مرکزی 22 ساله فرانچسکو کاساتا برای عوض 7 میلیون یورو از تیم ساسولو به جنوا پیوست. فوتبالبازی مذکور هم نخست در ساسولو به اجاره آمد و سپس ارزنده خریداری گردید. باز هم یک فوتبالبازی دیگری که نخست به طور اجاره آمده سپس خریداری کرده شد و این هم جردان ورتوی فرانسوی می باشد. هرچند که تا مدت‌های اخیر ناپولی نسبت این بازیگر توجه ظاهر می‌کرد، این حمایتگر مرکزی 27 ساله فرانسوی بر عوض 16 میلیون یورو از فیورنتینا به روما گزارش نمود. در موسم جاری سری آ ورتو در صف روما 24 بازی گذرانیده و 4 گل هم زده است. با افشای یک سری ترانسفری دیگر در ایتالیا میمانیم. جانلوکا مانچینی 27 ساله با ارزش 13 میلیون یورو از آتالانتا به روما گزارش نمود. در این باره البته که خود خدمات مطبوعاتی گورگون خبر داد. روما چند پیش مانچین را با حق خریداری به اجاره گرفته بود که آن 13 میلیون یورو می باشد. تا گزارش به روما باشد، این حمایتگری برگامو در پیروجا نیز برآمد کرده است. در علاوه با نویدهای ترانسفری داخل ایتالیایی باید گفت که بازیگر سابقه‌دار روتوری والگاگرادی نو به پرمیر لیگ راحت گرفته ویتالی دینیسی 33 ساله بنابر انجام شرطنامه با روتور فوتبالبازی آزاد است. همچنین شرطنامه کاری اسکیل گرای 33 ساله با والنسیا به انجام رسید، نفری که بین سالهای 2014-2016 در زنیت هم بازی کرده بود. در موسم جاری لالیگا باشد گرای 17 بازی در صف والنسیا انجام داده و یگان عمل نتیجه بخش در آمار ندارد. ژوئی برزیلی را البته که بیشتر مخلصان فوتبالی کشور از برآمد عالیش در صف CSKA مسکو میشناسند، نیز عنوان فوتبالباز آزاد گرفت و ولیکن بیکار نماند. نفری را که در یک فرصت کوتاه هم باشد در منچستر سیتی بازی کرده و چون آنانا بهر پول جمع کنی به چین رفته بود. در سن 33 سالگیش چون فوتبالباز آزاد از ناگویا گرامپوس ژاپن به کرنتیانسی وطن پیوست. دسته فعلی سیلویو برلوسکونی که در دیویزیون سوم فوتبال ایتالیا برآمد دارد، وقت‌های اخیر در بازار ترانسفری از خود صدا بلند نموده، حتی ابراهیموویچ را هم خواستار شده بود. دسته مونسا که باری هم در سری آ بازی نکرده و عالی‌ترین دستاورد این تیم مقام سوم سری ب در موسم سال‌های 55-56 می باشد، ژوزه ماچیپی 23 ساله را از پارما برای عوض 4 میلیون یورو پیراهن خودی پوشانید. ریال مادرید باشد دستپروری با وفای خویش خاوی سانچز 23 ساله را با نرخنامه 3 میلیون یورو به تیم رونالدوی دستان برزیلی یا خود دسته والادولید فروخت. در خصوص این گزارش سامانه رسمی باشگاه والادولید خبر داد. باشگاه شاهانه برای خاوی سانچز در مرحله نو کارنامه کلی بهترین ها را بهر کسبیت، وفاداری و رفتار نمونه‌ای که به تغییر در اکادمی بلانکوس از سال 2005 نشان داده بود تمنا می‌کند. خاوی سانچز نفری است که از سن 8 سالگی به مادرید پیوسته تا اجاره به والادولید در تیم کلونسالن ریال 5 بازی گذرانیده است. در موسم جاری باشد سانچز از حساب جراحت تنها در 2 بازی اشتراک نمود، ولی این عامل هم سد راه خریداری شدنش از جانب والادولید نشد. در این میان لیون کورزاوای 27 ساله که طی 5 سال اخیر شرف تیم پاریژی را حمایت میکرد، بنابر سبب انجام مهلت شرطنامه با PSG به باشگاه ماند. در موسم پیش از مهلت انجام یافته لیگ یکم فرانسه کورزاوا 14 بازی گذرانیده و با 1 گل و 1 پاس گل‌آور
از میدان بیرون شده است. گابریل فرناندز آرناس که معروف با تخلص گابی به همگان معمول است، نیز با همین دردی در زمان پاندمی برای سابقه‌داران نودوا انیخترش انجام مولت قرارداد با تیم قطری السد عنوان فوتبالباز آزاد را صاحب شد. لازم به یادآوری است که گابی 36 ساله از سال 2011 تا سال 2018 در صف اتلتیکو مادرید برآمد نموده از زمره چهره‌های پسندیده‌ترین تیم مادریدی به حساب می‌رفت. در ردیف نخستین گزارش‌های تابستانی بین اروپایی همچنین میتوان از بازیگر ویلیاریال هم حرف زد. اینجا آلوارو گانسالس 30 ساله با نرخ 4 میلیون یورو از ویلیاریال به مارسل گذشت. آلوارو گانسالس سابرون که دستپروری اکادمی فوتبالی راسینگ سانتاندر میباشد، مسند ورزشی خویش را در سطح کسبی سالهای 2009-2010 آغاز نموده در هیئت تیم دومی راسینگ در سگونده ب 23 بازی دایر نموده است. در قطار شماره بازیگران از هیئت بیرون شونده در همین تابستان همچنین اریک ماکسیم چوپوماتینگ را نیز میتوان نامبر کرد. این حمله‌آور مرکزی 31 ساله هم با سبب انجام مهلت شرطنامه با تیم ناصر خلیفی موقتا به جای کار ماند. شرطنامه چوپوماتینگ اگر که انجام یافته باشد و این فوتبالباز را دیگر در پریش فوتبالی ماندن علاجی نیست، حمله‌آور آلمانی تیم فنرباخچه ماکس کروز باشد خود با جانب ترکیه به طور یک طرفه مهلت قرارداد را قطع نموده است. در این باره خود سامانه رسمی تیم ترکیه خبر داد. ماکس کروز یکی از بازیگران دسته ما خبر داد که به طور یک جانبه شرطنامه را با دسته قطع می‌کند. باشگاه باشد از فوتبالباز مذکور پیش از پاندمی قرضدار نبوده از تحقیق شرطنامه پرداخت معاشات در زمان کرانتین او دست کشید. قطع شدن همکاری از جانب کروز ناعادلانه و به اساس است. کار تا سود ورزشی خواهد رفت و کلی تلاش‌ها به منفعت باشگاه همان به خرج داده می‌شوند. گفته می‌شود در عرضه رسمی باشگاه ترکی در موسم جاری باشد کروز در 20 بازی شرکت ورزیده با آمار 7 گل و 7 پاس گل‌آور از میدان بیرون شده است. ماکس همچنین در دستای وردر و وردر 2 از سال‌های 2006-2009 برآمد نموده. سال 2016 این حمله‌آور به تیم برمن دوباره برگشت نمود که باز 3 موسم دیگر آنجا گذراند. این آلمانی 31 ساله همچنین در تیم‌های وولفسبورگ، بروسیا مونشنگلادباخ، فرایبورگ و سنت پاولی برآمد کرده است. خلاصه کار از جنجال‌ها میان تیم فنرباخچه و ماکس کروز کی حق می‌براید؟ این را با عدالتانه و بدون یگان افلاسکاری‌ها سود ورزشی آربیتراژی حل خواهد کرد. در فرجام برنامه ترانسفری همون مختصراً از عملهای ترانسفری دیگر میگوییم. خوان ایتوربه 27 ساله از تیم مکزیکویی پاچوکا بنابر سبب انجام مهلت شرطنامه کاری در سامانه ترانس مارکت چون فوتبالباز آزاد نامنویس شده. نیم حمایتگر هجومکار 32 ساله نیکو گایتان نیز پس از انجام مهلت شرطنامه با لیل همین عنوان را دارست. صف بیکاران سابقه‌داران فوتبالی را باشد دروازه‌بان تیم موناکو دانیل سوباشیچ 35 ساله پوره نمود. سنترال فوروارد ویلیاریال کارل توکو اکامبی 27 ساله را باشد لیون بر عوض 11 میلیون یورو خریداری نمود. قابل قید است که کارل توکو اکامبی دستپروری تیم PSG بوده. پیش از گذشت به ویلیاریال اسپانیا در فرانسه همچنین در دسته‌های ساشا و انژه نیز هنرآزمایی نموده است. این بود کل آن نویدهای جالب از گزارش‌های ترانسفری فوتبال. با شما بودم ایمان بک شد بگذاد. خیر.